بعضی ملاصاحبا سر جراب مثلا میکنن، میگه قلبم پاک نمیشه. یک روز مثلا جراب کش کردم، گفت پایت نشستی؟ گفتم نه چرا؟ رسول الله میگه که مسح علی الجوربین، مسح کرد مقیم یک شب یک روز، مسافر سه شب سه روز مسح کنه، بعد از او بکشم. ای های خیلی وزیم نشد. وزید شد؟ گفتم دل ما پاک نشد. دل تو را چی کنم؟ بلا پس تو دلت پاک میشه نمیشه. رسول الله این کار کرد. خواهی مذهب حنفی هم میگه که در جراب ولی چند شرط بانده، سخینه این باشه و مجلده این باشه و منعله این باشه و نعل داشته باشه، سخت باشه و این شرایط است که شرایط اجتهادی است، در حدیث نیست. رسول الله مطلقاً در جراب چی کردگی است؟ مسح کرده. بس چقدر خوب است دمی زمستان نه؟ صبح کشیدین پایتان جراب پشت بگم مسح کرده برو، وضو کرده و نماز خوانده 3 روز بشه پای مسح کن. چه آسان، دین آسان است، اگم تو سختش میکنه. أيا دارها حييت دارا ومن